واعظ و روحانی شناخته زاده تاجیکستان شیخ علی عبادوف را که در شعبه دعوت اداره مسلمانان جمهوری تاتارستان روسیه کار میکرد با بهانه گویا ویران کردن قاعده های مهاجرت از روسیه دپورتاسیون کردند. در این باره روز 21 آگوست سال 2022 بلاگ رسول تفدریاکوف که اساساً پیرامون مسائل اسلامی روسیه می نویسد خبر داد ادوکات عبادوف با نام نگیف در صحبت با تفدریاکوف حکم اخراج موکلش را مطلق و ضد قانونی و بی اساس نامیده تاکید کرده است که برای دپورتاسیون عبادوف یگان اساس رسمی وجود نداشت. رسول تفدریاکوف قبل از اخراجش با خود شیخ علی عبادوف نیز صحبت کرده است. عبادوف میگوید با امضای یک سند خودش برای دپورتاسیونش راضیگی داده است، چون که در بازداشتگاه مهاجران در بازداشت قرار دارند که مثل او برای یگان سبب خرد و ریزه به حبس گرفته شده ماها و حتی سالها منتظر حال سرنوشتشانند. حتی یکی از این مهاجران حبس شده مثل عبادوف در الماتیفسک به دعوت مشغول بوده است، ولی او را هم برای گویا ویران کردن قانونهای مهاجرت به حبس گرفتند و او الکی قریب 2 سال باز در پس پنجره قرار دارد. به این دلیل هم تقدیرانش به عبادوف مشورت دادند که همه چی را امضا کند و بعد به آزادی برآمدن مبارزه را برای برقرار کردن حقوق خود ادامه بدهد، نوشته است رسول تفدریاکوف. در پاسخ به سوال بلاگر درباره سبب‌های واقعی چنین برخورد شدید مقامات، شیخ علی عبادوف اظهار بیخبری کرده است، ولی او حدس زده است که شاید دعوت‌های او به کسی خوش نیامده باشد و به این راه از وی انتقام گرفتند. شیخ علی حضرت عبادوف در مفتیات تاتارستان اساساً مسئول دعوت و کار با مهاجران بود. در این جمهوری روسیه ده ها هزار مهاجران از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. سالهای آخر ده ها تن از روحانیان و واعظان تاجیک برای ادای فعالیت به روسیه آمدند. در اینجا بیش از 1 میلیون نفر از زادگان تاجیکستان کار و زندگی میکنند. بسیاری از روحانیان تاجیک در روسیه نیز صاحب مقام و منزلت بلند شده، برخیش تا مقام امام مسجدهای جامع رسیدند. همچنین زاده تاجیکستان عبدالجبار قادروف به مقام معاون مفتی منطقه شرق دور تعیین شده است.